دیدم که چرچیل در انگلیس به منظور شرکت به جشن پلیس برای سهولت در انجام کار سر کوچه بر تاکسی شد سوار. نه راننده چرچیل را می شناخت، نه چرچیل او را خبردار ساخت. به محض رسیدن به کاخ عوام به راننده گفتا که ای خوش مرام، به 1.5 ساعت در این مکان که من بازگردم در اینجا بمان. به گفتا ببخشید ای سرنشین، به برگشتن دیگری را گزین، که باید به منزل روم بیدرنگ، نشینم به بزمی ظریف و قشنگ. ز چرچیل یک بحث زیبا و نو، شود پخش امروز از رادیو. سخنهای او هست بس چاره ساز، نماند در این ملک فقر و نیاز. به محضی که چرچیل حرفش شنید، به رخ اندرش شادی آمد پدید. بدو سکه زر به انعام داد، پیاده شد و گفت عزت زیاد. چو راننده آن سکه زر بدید، سراسیمه دنبال ایشان دوید. به بازوی چرچیل چسبید و گفت ببخشید گفتم بسی حرف مفت. خر کیست چرچیل بی آبرو، کنم وقت خود صرف گفتار او. به زیر سرش با سخنرانیش، به پیپ کج و اخم پیشانیش. جمال تو را عشق ای مرد خوب، همینجا بمانم ولو تا غروب. حاصل نراننده آن روز در آن دیار، به 1 سکه شد عاشق پاچه خار. محبی اگر راست پرسی ز دوست، 90% خلق مانند اوست.